سلام دوستای عزیز، اومدیم با یه کار متفاوت دیگه. این کاری که میبینید یه نوع محافظیه برای جلوگیری از لونه کردن پرنده ها. داستان از این قرار بود که من 2 لونه تو تراسمون اومدم برای پرنده ها درست کردم که راحت باشن، ولی متاسفانه می اومدن بالای پکیج و فضولات و اون پراشون باعث می شد که پکیج به مشکل بخوره. برای همین دنبال یه راه حل بودم که با ابزاری که داشتم، نی و حالا اون چوبایی که در دسترس داشتم، اومدم این مانع رو به صورت حالا بادزنگ آویز درست کردم و از اون زمان دیگه مشکلمون حل شد. هدفم از قرار دادن این پست اینه که با کمترین امکانات و متریال ها میشه به بهترین نتیجه رسید. امیدوارم از این پست لذت برده باشید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.